سلام، به مراقبه امروز خوش اومدی. قراره که توی این مراقبه با یه نفر آشنا بشی. با کی؟ خودت. در یک وضعیت راحت یا بشین یا اگه دوست داری میتونی دراز بکشی، ولی یک جای دراز بکش که بتونی دستا و پاهاتو رها کنی. انگشتات رو هر کدوم رو به سمت یک طرف رها کن، کف دستتو بالا بگیر و یک نفس عمیق بیا با هم بکشیم. دم، بازدم. اگه این تجربه اول مراقبته هیچ اشکالی نداره، اصلا قرار نیست کار خیلی بزرگ یا سختی انجام بدیم، فقط میخوایم با خودمون آشنا بشیم و برای این کار باید چشمامون رو ببندیم و شیرجه بزنیم به اقیانوس درون. پس اگه چشماتو هنوز نبستی با بازدم بعدی چشماتو ببند. دم، بازدم. حالا که چشماتو بستی و داری یک لایه‌ای از تاریکی رو مقابل دیدگانت میبینی، یکم دقت کن ببین که چیا میشنوی. حالا که چیزی نمیبینم، ببینم چیا دریافت میکنه بدنم، چی میشنوم، چه صدایی داره میاد. آیا این صدا از بیرونه یا نه یک سری صدا هم داره از درون میاد، از توی سرم. انگار چند تا بلنگو همزمان روشنن. بعضیاش صدای خودمه، بعضیاش صدای دوستامه یا مامانمه یا بابامه، حرفای تکراری که امروز شنیدم یا از قبل به یاد دارم. بعضیاشون ممکنه بلند باشن، بعضیاشون کوتاه و بعضیاشون اون صدای همیشگی توی سرته که میگه خب الان چی کار کنم، این دیگه چه وضعیه، بلند شو بریم، داریم وقتمون رو تلف میکنیم. نه، به این صدا بگو که بره کنار، چون نمیخوای ببینیش. الان یه وقتیه که میخوای خودتو ببینی اصلا چه شکلی از تو، یه شکلی که شبیه بیرون نیست، اونی که توی آینه میبینی نیست، اون ظرف بیرونیته. حالا میخوایم ببینیم که اون چیزی که درونته چیه و چه شکلیه. پس میونه این همه خودتو تصور کن، همون شکلی که توی آینه میبینی خودتو نگاه کن، با همون لباسهایی که تنت بوده اصلا یا شاید هم یک لباسهای دیگه، مهم نیست، ولی ببین اطرافتو، این صداها رو ببین، حتی شاید صدای منم ببینی. میونه این صداها یک در هست، به سمتش برو. با دم بعدی میخوام که قدمهاتو حس کنی توی پاهات و با بازدم را بیفتی به سمت در. دم، بازدم، حرکت میکنم به سمت در. با دم بعدی در رو باز میکنم ولی خیلی کم و میخوام با بازدمم که خیلی سریع اتفاق میفته بیفتم اون ور در، چون نمیخوام هیچ کدوم از این صداها رو با خودم بیارم. پس یه دم میگیرم عمیق و بازدمم رو سریع میدم بیرون و همزمان باش میپرم تو. دم، بازدم، بپر تو و در رو ببند. یه دم دیگه که میخوام مطمئن شم هیچی با هم نیومده این ور دیوار نفسم. انقدر نفسم میخوام محکم باشه که این دیوار رو مستحکم نگه داره و هیچ صدایی از نه گذشته نه آینده نه اون صدای درونم با هم بیاد. دم، بازدم محکم. خوبه. حالا برگرد ببین این ور دیوار چی هست. یک اتاق کاملا سفید و آروم و ساکت. یادم باشه اگه صدایی توی ذهنم دوباره میشنوم باید بره اون ور دیوار، هیچی اینجا نیست جز من. اینو باورش کن.
و برو جلو. یک اتاق سفید میبینم، در سفید، زمین سفید، دیوار سفید. شاید یک پنجره باشه. از پنجره بیرون نگاه کن. چی میبینی؟ ساحل، جنگل، هر چیزی که هست رهاش کن. برگرد به وسط اتاق و آروم بشین یا دراز بکش، همون شکلی که الان هستی. حالا برای اینکه بیشتر توی این اتاق بمونم و ببینم که این سفیدی به کجا میره، میخوایم چند تا با هم نفس بکشیم و جامون رو مستحکم کنیم. دم و بازدمم مثل همیشه، فقط یکم طولانی تر. با 4 شماره دم، 4 شماره بازدم. دم، 2، 3، 4. بازدم، 2، 3، 4. یک بار دیگه. دم، 2، 3، 4. بازدم، 2، 3، 4. آخرین بار. دم، 2، 3، 4. بازدم، 2، 3، 4. حالا همه چی رو رها کن، خودتو، نفستو، اتاقو، و حس کن. دیگه نه قراره چیزی رو ببینیم نه چیزی رو بشنویم. الان فقط حس میکنیم. این حس خود واقعیته. نه رنگ خیلی پررنگ یا تیره‌ای داره، نه سر و صدای خاصی. خود واقعیت در درست ترین حالت. میتونی انتخاب کنی که رنگ بزنی به خودت، رو دیوارای اتاقت، اتاق درونت، عکسایی که دوست داری آویزون بکنی و از پنجرت هر نمایی که دوست داری رو ببینی. انتخاب با توه. این زندگی درونیت به دست توه و هر شکلی که باشه بیرون پنجره هم همون شکلیه، بازتا بشه. پس یادمون نره که ما به سفیدی همین اتاقیم و باید مراقب این خلوصمون باشیم. با دم و بازدم بعدی آروم دستامو تکون میدم، انگشتامو و پاهامو. دم، بازدم، برمیگردم به دنیای بیرون و با دم و بازدم بعدی چشماتون رو آروم باز کنید. دم، بازدم. خوش برگشتی. هر موقع که خواستی به خودت سر بزنی میتونی برگردی به این اتاق سفید درونت. راهش هم که امروز یاد گرفتی. دم و بازدم آگاهانه. پس میبینمت.